برادرای گرامی سلام علیکم. علیکم سلام. ایرا میگن اومدی بهار. انشالله که هات کردیم، از زمستون هات کردیم. در پیش هستن برفا میبرن، لیکن هوا گرم شده و شب هم گرم شده، قریب که پلوس شده، به حد خوب. بهار نزدیکی خاطر نصیب باشد. اره رو میخریم، قرچ میخریم، چغوره میخریم، خوش میخریم. که میرسه که یک بچریم در علفهای بهاری. به حد پزمان شدیم برادران. ای دریای خینگه بریم یا ماهی بگیریم. گل ماهی را هم یاد کردیم. چند کشید یک سال شد قریب نخوردیم. امسال هم ماهی نخوردیم. گل ماهی قریب که نخوردیم. وقتی ماهی هم شده است آهسته آهسته. ترمه ها هم خیلی خم بیدن. طرف های افته سیاه شدگن. خیلی که میبینه اینترنت هم رنگ پیشینه سستن، باز به حد سستر شدن. در برابری آمدی بهار نوروز مبارک گفته همه خیلی گم شدن، کدام طرف دیگر رفتگن. جاهایی که دشتی و برف هست. باز ما در دهه خیبشونیم. دهه خیبشون گذشته طرف دهه ارگنکول رفته استیم. جماعت دیهاتی سنگور، ناحیه سنگور. در دشتی ها برف هست، برف زیاد نیست. خیلی که میبینی برف هست، سفیدی داره. میگه 30-40 سانتی متر، بعضی جاهای سویارو 50 سانتی متر هست. میگه ای بالاتر چنده که بالا بره هم خیلی زیاد شدن میگیره. ما در درون ماشین رفته ایستادیم، چشمه گرمک نگذاشتیم. چشمه گرمک ندیده باشه در نوارهای گذشته هست. چشمه گرمکش میگن خاصیت های کمتر، بعضی خاصیت های شفا بخشی داره، مینرال ها داره در ترکیبش. تماشا کنید گذشته اگر راست نگذاره یک سر قدم خبر بگیره. صابون نمیشویه، صابونشو نکنه که چشمه گرمک صابون نمیشویه. صابون اگر در سر بدنی یا که در دستات بدنی همون خیلی لغجه خیلی لخشک به زبانی خودمون با لهجه دیهاتی لخشک میمونه. گرچنده که اینترنت در جای ما سستای، نامش 3G خودش 1G، لیکن زندگی ادامه داره. ما هم از زندگی ننالی هستیم. تنجای فقط که کم بودی ها از طرفی زندگی نه، از طرفی همین چیزای نابرمد 5G برآمده است. در ما 2G 3G بهتر کار کرده است. راه ها حاضر کلیان برادرو، کلیا یعنی پای ماشین موندگی بینش یخ کردگی سادگی های. این راه ها خوبن. تو دهه ارگنکول راه به نظر ما خوبه. ای دهه ارگنکول بلو فقط پای بالون. یکون ماشین ای پیش اومد دور دیدی چقدر ای راه کج میکنی، یا که نه نزدیکی اومد مجبور میشه یک کس خیلی خفا برای ای راه گشته نمیتونی، کلی ای نمیتونی رفته. اما خیلی برادر اگر پرسه که چیا در دور ماشین رفته چخ کرده است، برادرها در این خدی دریا رفتن شو بگه های میترسی. برای همون گفتم کسی ما چخ کرده بریم که راه در نظر نتو، درازی راه در نظر نتو. اگه بزکشی کلونای ای مظفر اسکندر مردم جهد کردگی، فیروز کردگی، مورا هم جهد کرد که بیایه بزکشی خوب انشالله باید شوه. گرچنده که ما مخلصی اشدی بزنسیم و هر حال باید بزکشی تنگ شوه. خیلی برادران چاهنداز انتظار باشه. پخش مستقیم نمیکنیم چیا که اینترنت نداریم، اینترنت نیست، تعمیرش نکرده استن و ویلان خوبه نمیدونم. تاکسی ما رفته اومده استن و یک ماشین سر روی که بیان تعمیر کردن. مشکلی های یکی مشکلی یک برادر گفت که عجایبات تیوی کانال داره. برادر گفت که در دهه 40 پایانتر هم همین مشکلی ها هست. مقصد که 8 هم نیست اینترنت های بسیم اومده در ناحیه سنگور 8 هم نیست به اینترنت هم. ما هم اینترنت میدونم کل باید نه ممکن همون کرانیک از سرچشمه ویران شدگی برادر ده، همون نگر گرفتگی های یا که نگرش ریزاندگی هم همه خیلی برادر. خیلی برادر ما حرکت کنیم ضروری ممکن است با تلفن گپ زده تیم بوله در نزدیک میره. برای ما حرکت میکنیم که بریم تستا برسیم. این ویدیو اگر دیرتر گذشت خفه نشه برادر که با مانند پخش مستقیمش کردیم. میگی
сабаб интернет аст. Зинда боше бародари азиз. дар амони Аллоҳ бошед. То боздид тармаҳоро тамошо кунед.